به همون مجلس دیدم مادرم کنار منبر نشسته، حضرت زهرا سلام الله. به رسم منبر یا برگشتم شیخ عبدالزهرا گفتم تفضل شیخنا، شما حضرت فرمود سید محمد کاظم اول شما برو. پریدم از خواب، گفتیم مجلس عنایت شده است، باش وضو گرفتم اومدم دیدم بغل منبر خالیه. آقای قزوینی بعد 17 سال بدنشو صحیح و سالم از اینجا بردن کربلا، رو مسجد آقای بهجت دفن بود. که ما تا فرودگاه اومدیم این نگه داشتن که برگردیم، مشهد بودیم، 2-3 بار هی موفق نشدیم بالاخره. گفت ما رفتیم بغل منبر خالیه. شیخ عبدالزهرا منبر نرفت، نشستیم چای آوردن خوردیم. گفتم شیخنا تفضل. گفت مادرت به شما امر کرده، شما به من میگین. دیدم من خواب میبینم این شیخ عبدالزهرا به قول ایشون سرسپرده امام حسین علیه السلام بود در بس. یه وقت منبر خوب میریم اما زن و بچه‌مون آرزوی مرگمون دارن، یه قلم نفس میفته، همسایمون، رفیقمون، پدر مادرمون. شعر خوب میگیم، مردم هم احتراممون میکنن، اما میبینه اندر نفرین پشت سرمونه. کسی رفت تو این وادی باید فرمود زینت باشه.